از بچگی توی ذهن هممون چپوندن که روزی رو خدا میرسونه. بنده هاش خارجی هم. آره راست میگه، منم اینو قبول دارم، ولی قد عرضه‌ای که از خودت نشون میدی. یکی ساعت 6 صبح از خواب بیدار میشه، میزنه بیرون، راه 8 سر کارشه. یکی هم ساعت 8 صبح تازه دورش تموم میشه، ساعت خوابش شروع میشه. واقعا این دوتا به یه اندازه از خود روزی میگیرن. تا 2 نصف شب داری توی اینستاگرام بالا پایین میکنی، انتظار داری خدا بهت روزی برسونه. یه بی‌مصرف به درد نخور باش، انتظار داشته باش خدا برسونه. مثلا بنده‌شی بابا باید برسونه، وظیفشه. ببین از قدیم گفتم از تا حرکت از خدا هم برکت. بخوای توی زندگیت به یه جایی برسی باید تلاش بکنی. بخوابی توی خونه منتظر باشی یه چیزی بهت بماسه، مطمئن باش نمیماسه. بعد یه حرفام تیکه داره ولی حقیقت رو میگم، هم میکنی بقیه پاسداران ببین، هم نمیکنی پاک پاتم که تا اینجا همراه هم بود.